این دسته حجی عبدالمنان در رقابت موسم باشد. هیئت دسته وحش دوستان عزیز ما شما پیشنهاد کرده می شود و طور نشان میدن 4-3-3 دسته مذکور در رقابت موسم می تواند بازی را پیش برد. دسته خود را وارد می کند فاروق معروفی و طور ما نشان میدیم دسته مذکور می تواند با شکلی جاگیر شوی 5-4-1 در میدان هنرنمایی کند، یعنی بیشتر بیاید اکنون ما شما رو با هیئت پررای هر دسته آشناس کنیم و آغاز میکنیم از دسته وحش که با چون هیئت امروز دسته مذکور وارد میدان می شود. دیمیترو فاستوف تاتی رقمی 16 دروازه‌بان با فرهاد کورالوف و اسماعیل نورعلیف از دو کنار کمک میرسانند. داور چهارم این بختیار کامیلوف است. ضربه به طرف دروازه اجرا می شود و گل! خیلی زود دسته وحش و پیش برآمد با یک ضربه قوی و نشان رس، هرچند شماره دفاعگرانی دسته اسقاط اینجا بیشتر بودند و هجوم می‌رود بازیکن رقم 97 پرتابی به داخل جریمه با یک رسیش عطا نظرف. حمله نوبتی، فرصتی خیلی خوب برای گل زدن و اینجا دروازه‌بان وضعیت مذکور را برطرف می‌کند. خیلی خوب و موجودی هجوم را مشاهده خواهیم کرد. پرتاب خیلی خوب به داخل جریمه فرصتی خوب ضربه زنی و اینجا اسقاط کار فعالیت می‌کند. یکی از مربیان جوان‌ترین و شاید اصلا مربی جوان هم باشد. اینجا امکانیت است برای ضربه زدن. امکانیت خیلی خوب برای زدن گل، ضربه و با داخل جریمه و خطای کلانی دروازه‌بان، اما افساید بوده. قاسم کنونی زیاد بازی بودند که دسته وحش در اول گل زد ولی بعدا نتوانست این امکانیت را استفاده بنماید. اینجا یک ضربه خیلی خوب به طرف دروازه اجرا می‌گردد. حمله خوبی دسته وحش پرتاب به داخل جریمه ضربه و بهترین امکانیت برای گل زدن ولی ضربه خیلی خوب برای زدن گل نوبتی. ضربه اجرا می‌شود ولی خیلی بلند از دروازه می‌رود. ضربه توجه انتهای زده. حالا نوبتی ضربه و این هجوم خوبی بسیار به داخل جریمه ضربه و اینجا امکانیت بهترین گل زدن بود ولی تو بلندتر رفت. چه حالت خواهد بود ما و شما متوجه خواهیم گردید و این چیز رو مشاهده خواهیم کرد که در قسم دوم کی میتواند بزنه گل دست یابد و طور مشاهده میکنیم در آغاز نیمه دوم بازیکنان دسته اسقاط حساب را برابر میکنند. حساب رقابت را فوتبال رقم 24 برابر کرد. این یک ضربه کنجی بود ما مشاهده میکنیم و هیئت دسته متوجه میگردیم. دوستان عزیز در هیئت دسته وحش فوتبال زیرین در میدان هستند و هنرنمایی میکنند. بیاید از هر اول همین هجوم رو مشاهده کنیم که حمله خیلی خوفناک به نظر میرسد. ضربه و گل! حساب رقابت دوستان عزیز لکه عوض می شود. می توانیم بار دیگر با فرصت خیلی خوب برای ضربه زدن. ضربه و گل! خب اینجا افساید نیست، عموما افساید نیست چون که یک بازیگر دیگر دسته وحش نزدیک به دروازه‌بان قرار دارد. آدم از اون شاید تا وقتی پاس بدهد از اونجا ارسال به داخل جریمه ضربه نوبتی و توسط کنار هجوم خوب و ضربه نه پاس است. گل دوستان عزیز بسیار هم در وقت ضروری در کنار واقعا خیلی خوب بازی کرد. توی جون تقاضا داد ببینید که دو نفر رو فریب و بعداً پاس درست و دقیقی و ضربه دیگر و اینجا توپ از نوبتی سرگئی چکنیان در کنار با توپ رسالی و بعد داخل جریمه فرصت خوب گل زدن. ضربه اجرا می شود و حالا نوبتی بسیار فرصت خوب و افساید نیست. می توانی حساب را بازم افزون کرد ولی حساب بعد داخل جریمه فرصت نوبتی برای ضربه زدن. می توان با یک اکسیون خیلی خوفناک گذشت. ضربه به طرف دروازه خالی و توپ به دروازه وارد می شود دوستان ارجمند.
یکی از گل‌های زیباترین نه تنها این دور بلکه در مجموع چمپیونات تاجیکستان لیگ عالی 2026 را محمد جان نسکوف به هدف میرساند. بار دیگر متوجه میشویم به همین وضعیت. سراول حساب رقابت 4-2. و با همین دوور صدای شیخ خود را بلند میگرداند. دوستان عزیز دیدار دسته‌های وحش و اسخط با حساب 4-2 به نفع دسته وحش به انجام میرسد و وحش